خیلی عادی در کانادا. با من خوش اومدین. اینجا دارم لباسمو عوض میکنم. خب اینجوری عوض کردم خب که وقتتون رو نگیره. بعد اینجا منتظرم که اوبرم بیاد. ولی خب خیلی طول کشید، بیشتر از چیزی فکر میکردم. پس نشستم و یکم رفتم با سگم بازی کنم که البته انگار زیاد خوشش نیومد. خلاصه اومدم بیرون منتظر موندم و گفتم که شما هم اینجا رو ببینین. میدونم چیز جالبی نیست ولی خب درخت دیگه. بالاخره اوبرم اومد. یه تسلا بود که بچه من تسلا دوست دارم. خب اینجوری بودم که واقعا چه حالی میده بالا. اینجا هم که دوباره بیرونه. من اینجا پیاده شدم و خب جالب بود. اینجا بستنی سفارش دادم داخل مکدونالد ولی خب گشنم شد. پس تصمیم گرفتم مثل غذا هم سفارش بدم ولی خب نخوردم. اینجا مکدونالد چیز خاصی نیست و به جاش رفتم اینجا. البته که چیزی نخریدم.